من از گوشتینی نوروزی های کسی چی هنره دار میکنه. یکی از پهلوان دختری بهترین جمهوری مولود خان از شهرکی کنگرتی تیمور ملکی خطلان تاجیکستان مهمان خواهری ما خوش آمدی نوری دیده تاجی سر حریفی او شمسیدین ایناهیه عبدالرحمن جامی تا حالی را ارکش زمین ندیده در خیالم عجلش کنکرین نرسیده. شمسیدین جان عبدالرحمن جامی انا شوربا بینون کده کنگرد به خاطر کلی مردم بنانگی ناموسی کنگرد یک تمایسترا دعوت کرده می شود وزنی 50 کیلوگرم مایتوف بهروز از شهرکی کنگرد دعوت کرده می شود وزنی 35 کیلوگرم جلال زاده محمد در وزن 60 کیلو رحیموف خنجر نظر اسرافیل حلال رای کویبه شمیاوی عجل رسیدن نمیجه بگن توجیکا بگن که ما رو عجلش برسن رحم بیروی همین خیسی نای خوش به حالات به خاطر گردآفرید تاجیکات راستو پوش برای پتینکای را چپا پوشیدنش یا مایسترا مهمان ای کرگیزستان او که خوشگلی سیز نوری دیده تاج سر بو مهرانه ایال کیز ای شور بولین کرگیزستانی جانو توپ اسمی ای کرگیزستان بودن کرگیزستان تاجیکستان انا میجه بگیرن من پهلوانای غالی میرن سالی ایناشانو بگیرن این گوشتینی نوحیه عبدالرحمن جامی میگن لبای غالبیت سالم داره در کار شو مغلوب شدگی نمسای میتین در وزن 60 کیلوگرم دوری دیوم دولت زاده منصور میلی بای زاده فیروز دوری دیوم وزن 60 سوگا تو بخون شبکت بگین یکی شبکت بگی کسیم برقه همه شبکت بگی هر تو شدم جب همه شکل سیستم اکو ادنا تا کم ترکترش کم اینه بر مروت مودا بسید دوملو مالی تو درمادان تونه کم ترکترش کم ترکترش
پهلوان بدخشانی خیلی شسترک نگی آخی نشید دو رنگ به حالو قبولن شهباز با تخلص حضرت ریس این اولاد دادری گاورو ریش داره خوش به حالو شهباز جان مدینه خان شهرک کنگر اینجا بگیرن حلال عبدالله مصطفی ادینه لطفلا تیاری بینه من سید عمر بدخشان دوشنبه غالبیت و کمربند سفید ایوب افتاده میشود بیمان این است بگی دوری آینده دا تیاری تبی مدنی خان غیرت کن حالا وقتی که حریف نمیره غالبیت داده میشه به میدان دعوت کرده می شود شهباز محمود نوحی یوان محمدیف زیدالله عبدالرحمن جامی تیاری بیند در وقت می شفتید حلال نه ای تو حرام بود محمد رضا داده شد شهری دوشنبه تالاری ورزشی کنی گرد وزن 80 کیلوگرم دعوت کرده می شود تویرزاده سهراب نویه عبدالرحمن جامی زویرов فیضلی نویه عبدالرحمن جامی پهلو به مدینه خان داده میشه تویرزاده سهراب زویرов فیضلی عبدالرحمن جامی حلال مدینه خان از شهرک کنگر حریفی دوشنبگی خشه با دقیقه دویم با تخت پوز در خوش به حالت مدینه خان مولد خان به خاطر مولد خان که 4 پسر بچه غالب آمد یک تمایسترا مهرانه پنجم حریف خشه با تخت خوش به حالت مهرانه جان اهلیه از سر کلو چه خودش دختر باشه دختر بروید نباشه همین وزن خودش 45-50 کیلو عیناشی خوب میمونه حلال ای برادرها نشنیدیم نگوید نفهمیدیم نگوید من از طرف دست راست من یکی از دختران تاجیک گردآفرین تاجیک بهترین پهلوان تاجیک شاهیده خان از ناحیه آوازداری وسطه خوشامدی خواهر عزیز نوری دیده تاج سر حریفی او کبریا خان این ناحیه همدانی یک تا غالبیه دارد همدانی سابق مسکووسکی اینا سنچه خزینه دار 2
ای جمع 1000 سومون یک تا قالی Acá estudiar. حلال نشید پهلو اگر گوشتینی دولتی رسمی بشید پلوین حلال بود داور دید برادران در گوشتینی ملی تاجیکی همین خیل انعنه کی وقت حریف اتکاز میکنی در تمام جهان ای غالبیت داده میشود به سبب ترا گرفتن کبریا جان غالبیت به شاهیده خوشبحالات ناحیه وسه نه بدن گوشتینی دولتی حالی به دور نیست حلال ای خوش به حالت خواهر چیزی بیاتا مدینه خان در دقیقه اول حرفی ناحیه رودکی رو حلال کرد برادرها من همی شعری ناری شهر ناری تاجیکستان برادری ما عزیز هوا تگریز ای ناحیه ایراش یک تا بولیویا دارد این مردم خوالین یا شمزورای پیر شم قبول است برادرها همین سفر ای خوالین یکی از پهلوانای شناخته جمهوری ای سفر جان 42 دای پیران یکی ننگ ناموس کرد آمده ای ناحیه آوازداری خوالین سفری خوالینگیش انمیه های وقتی یاشیشتی ارکز زمین ندید بود هر پیر شده اینه خداوند میدانه حریفی او عزیز ناحیه آوازداری وقت برادری ما رمضان سرک عزیز کجا شکل بیا ما ایناس پانمانه همه نامی پیری اقیمتش انمی ایده عزیز وقت عزیز وقت سفر خوالین یک پیلوسوس یک امرگیری برده مردم من در میدان دو تا بهترین جمهوری نظر حق نظر شهر ایستان با تخلص حق نظر ایستانش ادمیش